این یک واقعیت است که هموطنان اهل تشیع و اهل تسنن در افغانستان مشترکات زیادی داره. شما مردم هم نظام اسلامی را میخواهی و اهل سنت هم نظام اسلامی میخواه. شما مردم هم وحدت ملی میخواهی، اهل سنت هم وحدت ملی میخواه. شما مردم هم میخواهی که وطن شما آباد باشه، مترقی باشه و اولادای شما تعلیم داشته باشه. اینمی ارزوها اهل سنت هم داره. شما شاهدی چند سالهای گذشته هستی که مجاهدین امارت اسلامی افغانستان با هموطنان عزیز اهل تشیع بسیار یک برخورد مثالی و بسیار یک برخورد خوب کرده. به این خاطر که امارت اسلامی افغانستان مردم اهل تشیع هم مردم خود را میدانه، مثل که دفاع از مال و جان و ناموس مردم اهل سنت میکنه، با امی اندازه حفاظت مال و جان و ناموس و عزت مردم اهل تشیع را هم میکنه. شما شاهد هستی در ولایت روزگان، باز در ولسوالی خاص روزگان به نام قماندان شجاعی می بود، چه که ظلم ها کرد با مردم اهل سنت یا چه که ظلم کرد با مردم امارت اسلامی افغانستان. بعداً که منطقه شان فتح شد به نام کندلان، آل زیر تسلط امارت اسلامی افغانستان هست. شما پرسان کرده میتانی یا احوال داری به شما نزدیک است که به هیچ کس هیچ اندازه ضرری نرسیده، از هیچ کس انتقام گرفته نشده. به این خاطر که او اعمالی که شجاعی کرده او اعمال شخصی شجاعی بود، او اعمال به نمایندگی اهل تشیع نکرده. به این خاطر امارت اسلامی افغانستان نظریه و فکر انتقام جویی را نداره. باز شما خبر داری چند سال پیش که در ولایت زابل داعش پیدا شد و چند تا مسافر طفلا و زنا و مردا را از سرک پایین کرد، برد. مجاهدین امارت اسلامی افغانستان پشتش رفت و بسیار قربانی داد و نمو مردم را آزاد کرد، به خانه هایشان به حفاظت فرستادن. چند روز پیش شما در جریان هستی در ولایت هلمند در ولسوالی مساقله چند تا از هموطنان اهل تشیع که در او زنا هم بود او اختطاف شده. امارت اسلامی افغانستان و نمو مجرمین را گرفتن و به سزای اعمال خود رسانیدن، او را کشتن. معلوم شد که امارت اسلامی افغانستان پالیسی تبعیضانه را نداره و مثل که قدر و عزت اهل سنت را داره و امی اندازه قدر و عزت اهل تشیع را هم داره. با شما مردم ولایت دایکندی یا ای ولسوالی کجران که هستی با مجاهدین روبرو هستی. اینجا مجاهدین امارت اسلامی افغانستان رفت و آمد داره. ما امیدوار هستیم که شما کدام شکایتی نداشته باشی. دشمنای وطن و دشمنای اسلام کوشش میکنه که مثل عراق واری در افغانستان هم تفریقه پیدا کنه، در افغانستان هم شیعه و سنی در مقابل یک دیگر استاد کنه. لکن الحمدلله پالیسی مدبرانه امارت اسلامی افغانستان بود که در این 25 سال یا 27 سال گذشته هیچ کدام برخورد به این نام نامده که یه اهل سنت است و یه اهل تشیع است. همینطور است نه؟
از شما مردم هم ما خوشحال هستیم. شما هم ماشاءالله همینطور برخوردی که مثل مجاهدین امارت اسلامی افغانستان کرد، شما هم همینطور برخورد داشتی. بعضی کسانی که در این روزا شکست خوب خورده و فتوحات امارت اسلامی افغانستان جریان داره، اونها میخواه که ملیشه سازی را از سر آغاز کنه و مردم افرید بیته و از مردم استفاده سوء بکنه و مردم یک بار دیگر در مقابل مجاهدین ایستاد کنه. ما به اونها پیغام داریم و به شما، به توسط شما، اگر آواز شما به هر جای میرسه، آواز ما را برسان که وقتی که 50 کشور جهان ابرقدرت با شما می بود، قطعاتش می بود، طیاره و تانک همراه اونها می بود، او وقت تو چی نکدی؟ علی بینمی چند تا توفقدار چی کرده میتانی؟ چرا شهرهای خود را ویران میکنی؟ چرا وطن خود را ویران میکنی؟ چرا در مقابل یک نظام اسلامی مردم خود را استاد میکنی؟ پس مردم اهل تشیع را ما پیغام داریم که فریب از این مردم نخوره. غمخوارتان، سرفرستتان امارت اسلامی افغانستان است. ما مردم که اینجا به خانه های شما آمده ایم، در دایکنډی و در کجران، آیا کلانایی که در کابل نشسته دعوی کلانی اهل تشیع را داره او بدون تانک و طیاره اینجا آمده میتونه؟ نمیتونه، زیرا این مردم از خود نمیدانه، از مردم میترسه. ما که مردم از خود میدانیم، از مردم نمیترسیم. این در مابین شما، این کلانای ما، قماندانای ما، مسئولین ولایت روزگان و دایکنډی همینجا تشریف داره، یه خو یک اعتماد است. شما که از دور و دراز از دهات اینجا آمده، این هم یک اعتماد است سر ما مردم. ما به شما اطمینان میتیم که مجاهدین امارت اسلامی افغانستان مجاهدین نظریاتی است، فکری است. او در فکر انتقام جویی نیست، او در فکر مفادات شخصی نیست. ما میخواهیم که شما مردم هم آباد باشی و تمام مردم افغانستان زیر چتر یک حکومتی قوی و افغان شمول و مرکزی باشه. وطن ما ترقی بکنه، با کشورهای همسایه و منطقه سیال و همسنگ باشه. بچای شما، بچای مردم تعلیم حاصل بکنه، وطن خود را آباد بکنه. و چه وقت میشه؟ او وقت میشه که ما و شما متحد باشیم، مثل که در سالهای گذشته می بودیم، در سالهای آینده هم همینطور می باشیم. شما در جریان هستی که در 2 ماه اخیر از 100 ولسوالی زیاد الحمدلله فتح شد و در این فتوحات دعوت و جلب و جذب بسیار رول مهم داشت. کوشش شد که خونریزی نشوه، شهرها خراب نشوه، با او مردم آغوش خود باز کردیم. با هزارها نفر تسلیم شده و بسیار به عزت، بسیار به ابرو به خانه های خود رسانیده شد، فرستاده شد، برش سفریه داده شد، اگر مریض بود تداوی شد. پس از طریق شما ما میخواهیم هر مشر قوم، هر کلانسال، هر موی سفید اگر آوازش میرسه تا مزار، تا کابل، تا هرات، تا بامیان، تا هر جایی که باشه، مردم دعوت شود که امارت اسلامی افغانستان خانه همه مردم افغانستان است. امارت اسلامی افغانستان خانه چند نفر نیست. حال شما شاهد حال هستی. الحمدلله هیچ یک فرد ضرورت نیست که از کندهار یا از روزگان بره و در مزار جهاد بکنه، یا در کندوز بره و یا در بدخشان بره. اونجا مجاهدین از اون مناطق است که ولسوالی ها را میگیره، مناطق را فتح میکنه. یعنی از هر قوم، اگر پشتون باشه، اگر تاجیک باشه، اگر ازبک باشه، اگر ترکمن باشه، اگر هزاره باشه، اگر شیعه و نورستانی باشه، اگر ایماق باشه، اگر تایمنی باشه، اگر بیگ باشه، اگر گجر باشه، کلش در پالوی امارت اسلامی افغانستان استاد است. الحمدلله یک پیروزی مردم افغانستان است که اینطور یک خانه متحد را داره.
شما دیدی چقدر ظلم ها سر مردم امارت اسلامی افغانستان سر مجاهدین امارت اسلامی افغانستان شد، لکن از 100 کس زیاده ولسوالی فتح شد، از یک کس انتقام گرفته نشد، از یک کس. شما به نزدیکی شما در ولایت روزگان، در ولسوالی خاص روزگان، بعض قریه ها تقریبا 6 سال پیش مردم اهل تشیع بود، مسلح بود، وقتی که اسلحه را به زمین گذاشت، اینمی مسئول دعوت و ارشاد ولایت روزگان است، برش کاتا داده. آل پرسان کو که در نمی 6 سال به شما کدام ضرر رسیده؟ زیرا که ما با وعده خود وفا میکنیم. ما خود به فکر ازی هستیم که نمی مشکلاتی 4 دهه گذشته چطور پایان پیدا کنه، چطور در افغانستان یک نظام اسلامی حاکم شود، چطور مردم بیچاره و غریب زندگی هوسا داشته باشه. کسانی که در اداره کابل کار میکنه، در اردو باشه، در پلیس باشه، در استخبارات باشه، باور بکنید ما برات قسم میخوریم که ما با کشتن اونها خوشحال نیستیم. ما نمیخواهیم که زنایشان بیوه شود، اولادایشان یتیم شود، مادر و پدرشان غمگین شود. پس اونها چرا اینطور میکنه؟ برای خود یک راه انتخاب کرده که دنیایش هم خراب است، آخرتش هم خراب است، و برای خانه یک بدنامی را هم میرسه در تاریخ که این فلان بچه فلان در فالوی کفار استاد بود، در فالوی امریکایی ها استاد بود، در فالوی انگریز ها استاد بود. پس این پیغام باید به تمام کسانی که در اداره کابل کار میکنه ما میخواهیم که از طریق شما رسانیده شود، خصوصا به ولایت دایکنډي، خصوصا در اطراف شما، خصوصا به نزدیکای شما، که امارت اسلامی افغانستان میخواه مثل که در دیگه ولسوالی ها، در دیگه ولایت امن آمده، در دیگه ولایت مردم آرام شده، از مشکلات خلاص شوه، مردم هزارجات هم از این مشکلات خلاص شوه، مردم هزارجات هم از خطر محفوظ باشه. پس چه وقت میشه؟ او وقت میشه که مردم با یک دیگه استاد شو، با یک دیگه همکار شو، با یک دیگه دست خود بیتیم. انشالله گفای ما را خوب فهمیدی انشالله. شما در جریان هستی در مختلف ولایت کشور بسیار از مناطق اهل تشیع زیر کنترل مجاهدین امارت اسلامی افغانستان است. یک نفر از اهل تشیع به نام شیعه تکلیف نرسیده. آل تبلیغات میشه که امارت اسلامی افغانستان خدا نخواسته مخالف اهل تشیع است. یک گپ برات واضح کنیم، ممالک کشورهای جهان را باید یک گپ را بشنوه، همسایه ها را هم یک پیغام میگوییم، او را باید بشنوه که امارت اسلامی افغانستان نظریه داعشی نداره. امارت اسلامی افغانستان با اونمو مسلک اهل سنت و الجماعت که اینمی 1400 سال بود به این نظر و فکر هست، و خوشبختانه خوشحال هستیم که شما مردم اهل تشیع هم الحمدلله و تمام صحابه احترام داری، و امهات المؤمنین احترام داری، و تمام خلفای راشدین احترام داری. یه هم یک گپ خوشی است، یه باید تمام مردم بشنوه که اهل تشیع افغانستان با تمام صحابه احترام داره، و خلفای راشدین احترام داره، و امهات المؤمنین احترام داره، و مجاهدین امارت اسلامی که هست و نظریه و فکر داعشی را نداره. و در هر جایی که با هر کس تکلیف رسیده، اگر اهل تشیع باشه یا اهل تسنن باشه، امارت اسلامی افغانستان اونجا رسیدگی کرده، مشکل دفع کرده. عالی در کابل شما میبینی که چقدر انفجارات سر مردم اهل تشیع میشه. باز دشمن تبلیغات میکنه که این کارا امارت اسلامی میکنه. ما برش میگم اگر امارت اسلامی این کار میکرد چرا در مناطقی نمیکنه که زیر کنترلش است، که هر چی کرده میتونه. نه به کدام مارکت اهل تشیع ضرر رسانیده شد، نه به کدام فرد اهل تشیع، نه به کدام عالم اهل تشیع. زیرا ما نظریه ایران نداریم. ما تمام مردم افغانستان و تمام مردم اگر هر کس باشه، از هر قوم باشه، اون مردم افغانستان است و این خانه اونهاست افغانستان. ما باور بکنید 2 روز پای در پای مزل کردیم که به شما بیاییم و پیغام امارت اسلامی افغانستان به شما مردم ولایت دایکنډي و ولسوالی کجران برسانیم، و از طریق شما به تمام مردم اهل تشیع پیغام ما رسانیده شود، تا که مشکلی که در دیگه افغانستان حل شد،
در هزارجات هم حل شود و کسانی که برای منافع شخصی خود را کلانای اهل تشیع یاد میکنه و غمخوار اهل تشیع نیست. او نمیتونه که در خانه خود امن تامین کنه. او چطور میتونه که تماما مردم اهل تشیع را سرپرستی بکنه؟ او نمیتونه که در مابین اهل تشیع مثل ما واری بدون تانک و طیاره و توپ بیاید در مابین شما بشینه. پس او چطور دعوا داره که این مردم با ما هست؟ این مردم با امارت است که همینجا در یک جای شیستگی هستیم که قریه از شما است، وطنم از شما است و باور بکنید که اینجا مجاهدین امارت اسلامی افغانستان حضور خدا را، لیکن این که تسلط هم نداره، لیکن بازم گپ اعتماد است که اینجا آمدیم و شما دیدیم. خداوند همیشه ما و شما را همینطور در یک فضای خوشحالی یک جای کنه و اینمی مشکلاتی که در افغانستان باقی هست یه هم حل شود و در هزارجات هم حل شود و مردم هزارجات هم باید شهرهای خود را ویران نکنه. باور بکنید شما کلانا به یاد داری کلان سال هستی در وقت امارت اسلامی افغانستان در ولایت بامیان در ولسوالی ورس و پنجاو با محترم اکبری صاحب مفاهمه شد. شاید حالی میشنوه اونجا نه خون امارت اسلامی مجاهدین امارت اسلامی افغانستان ریخته شد نه خون اهل تشیع منطقه. و یک گپ دیگه برات بگویم که علی الحمدلله امارت اسلامی افغانستان تماما تشکیلاتی حکومتی را داره. در هر جایی که میره ولسوال داره، شهروال داره، مسئول دعوت و ارشاد داره، مسئول استخبارات داره. مطلب ما است که خدمت مردم را به طریقه احسن میکنه و امنیت مردم میگیره. پس یک بار باز میگویم که مثل که در چند روزای اخیر از 100 بالا ولسوالی فتح شد، بسیار با تفاهم بدون از خونریزی باید مناطق هزارجات هم امن‌تر شود. در اینجا هم خدا نخواسته کدام برخورد صورت نگیره. ما میخواهیم که اینمی مشکلی که 43 سال میشه جریان داره یه حل شود، یه مشکلات حل شود، وطن از اشغال آزاد شود، یک نظامی مرکزی و اسلامی و افغان شمول حاکم شود. به اینمی فکر آمده ایم انشالله. شما خو با این فکر امرای ما هستی؟ موافق هستی انشالله؟ علی از شما میشنویم اگر کدام برادر کدام عالم کدام کلام چیزی گفتنی داره میشنویم. باز گرمی از شما را زیاد تکلیف نمیدیم انشالله. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. وقتی که امریکایی کفر دمی منطقه بود، دمی منطقه خاکریزک بود، سر زیاد که فشار می آورد، امی تمام مجاهدین خورد کلان موسفی جوان زن بچه همهش این دمی منطقه می آمد نگاه میشید، خدمت میشید، خرج میداد، نان میداد. اینمی خود یک گونه جهاد است. کسی که اسلام به اسلام همکاری کنه، کمک کنه، نگاه کنه، حمایت کنه، او جهاد است. جهاد به چند طرز است. به سنگر هست، به او بردن هست، به نان دادن هست، به خدمت هست، به پشتبانی و حمایت نگاه کردن هست. جهاد خود این مردم انجام داده، جهاد کرده. اگر نکرده امی قرار اردو بزرگواره همین جشته سوال شود که این مردم جهاد کرده، همکاری کرده، کمک به اسلام کرده یا نه. با مجاهدین همکاری از هر گونه همکاری کرده، از خرج مصرف از کمکای دیگه. چیزی که اصول امارات سراسر امارات و 34 ولایت افغانستان اصول داره. همین ملت در خدمت است، در خدمت امارات است. دیگه به نام محمد یک صلواتی دست جمع که اللهم صل علی محمد و آل محمد. چیزهای نماند ایهد محترم امیرخان متقی چیزی باقی نگذاشت که ما بگوییم و باز هم محمد عیسی رئیس همه دردهای این ملت را برای ایهد محترم رساند. دیگر چیزی باقی نمانده، اما جای بسیار تشکر احترامانه تشکر از ایهد می کنیم که یادی از ما مردم مظلوم
ولسوالی کجران را آمدند و ما را از نزدیک دیدند، خوشحال شدیم. ما خوشحالیم که هر روز مقامات بلندپایه امارت اسلامی افغانستان از این ملت مظلوم و بیچاره دید و بازدید داشته باشه. دیگر بنده عرض ندارم، التماس دعا از همه شما یک صلوات محمدی. اللهم صل علی محمد.